کاتبی مصری روی شومینه اتاق من نشسته است. این مجسمه را که از سنگ ساخته شده سالها پیش در سفری که به قاهره داشتم خریدم. کاتب مذکور 4 زانو نشسته و کاغذ پاپیروس را روی زانوهایش نگه داشته و قلمی هم در دست دارد. به دستهایش خیره شده، طوری که انگار میتواند آینده را ببیند. این مجسمه نمادی است از حرفهایی که قرار است در این کتاب به آن بپردازم. نزد مردمان مصر باستان هر چیز که مکتوب میشد به واقعیت مبدل میشد. فکرهای بزرگ داشته باشید. در دهه‌های 1920 تا 1930 میلادی کتاب‌های بسیاری به چاپ رسیدند که با فریادهایی گاهی به واقع پیروزی، موفقیت از پسش برمیایی راجع به شگفتی‌های علم تفکر سخن می‌گفتند. فکر کنید و ثروتمند شوید. نوشته ناپلئون هیل. جادوی فکر از کلود ام بریستول. وقتی بشر می‌اندیشد. نوشته جیمز آلن که بعدها در دهه 50 کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جی شوارتز نیز به چاپ رسید. جالب است بدانید که تمام این کتاب‌ها هنوز هم به چاپ می‌رسند و هنوز هم بعد از 50، 60، 70 سال در کتاب فروشی‌ها به راحتی خریداری می‌شوند. به رغم اینکه امروز زبان این کتاب‌ها قدیمی، مثال‌هایشان با کاربرد کمتر و تبعیض‌های نژادیشان ناخوشایند است، اما هنوز هم برای خوانندگان امروزی جالب و جذاب هستند. رساله‌ای کوچک و چند صفحه‌ای که در سال 1926 میلادی نوشته شده و تاکنون بیش از 1.5 میلیون نسخه از آنها به فروش رسیده به نام موفقیت آمیز است، نوشته R.H.J. است. این کتاب کوچک اما با محتوا علت ماندگاری این حامیان تفکر مثبت و پوینده را تفسیر می‌کند. اگر بدانی که چه می‌خواهی می‌توانی آن را به دست آوری. بعد از سالها تحقیق در مورد مغز، با وجود دانش فعلیمان در خصوص جسم پینه‌ای، دستگاه فعالساز شبکه‌ای، عملکرد ذهن انسان، هنوز هم وقتی عبارت موفقیت آمیز است میشنویم از شنیدن آن بسیار تعجب میکنیم. عجب، نه بابا. بنویس تا اتفاق بیفتد همان احساس تعجب را حفظ کرده و ریشه در حقیقت علم فعلی دارد و اینکه تعیین اهداف، تمرکز روی نتیجه کار و تصویری روشن از آنچه در زندگی در پی آن هستیم میتواند به تحقق رویاهایتان بیانجامد. عامل اصلی دیگری هم وجود دارد که باید بدان توجه کرد، عاملی که در تک تک کتاب‌های ماندگار وجود دارد. گام نخست در تمامی آنها این است که هدفتان را بنویسید. حکایت افراد مشهور. همواره داستان‌هایی در رابطه با افراد مشهور به گوشمان می‌رسد که پیش از آن که به شهرت فعلیشان برسند رویاهایشان را می‌نوشتند. برای مثال جیم کری به هالیوود هیلز رفت و برای خود چکی به مبلغ 10 میلیون دلار کشید و روی آن نوشت به خاطر خدمات عرضه شده. این کمدین معروف سالها این چک را همه جا همراهش داشت، حتی مدتها پیش از آن که این چنین مبالغی را بابت بازی در فیلمی دریافت کند. در حال حاضر او بالاترین مبلغ را برای ایفای نقش هایش در هالیوود دریافت می کند. کری طی یک حرکت تأثیرگذار پیش از دفن پدرش آن چک را در جیب کت وی گذاشت. اسکات آدامز، خالق داستان مصور دیلبرت، یک دنیا رویاهای نوشته شده دارد که همگی آنها یکی پس از دیگری به حقیقت پیوستند. آدامز میگوید وقتی هدفی را مینویسید شاهد وقوع چیزهایی هستید که احتمال تحقق هدفتان را افزایش میدهد. وی مواقعی که به عنوان کارگری غیر متخصص در اتاق یک شرکت آمریکایی کار میکرد مدام و بی هدف روی میز کارش نقاشی میکرد. سپس شروع به نوشتن کرد و روزی 15 بار این را مینوشت: من کاریکاتوریست مشهوری میشوم. بعد از شکست‌های متعدد او بالاخره موفق شد و قراردادی امضا کرد مبنی بر اینکه کارهایش در روزنامه و مجلات گوناگون چاپ شود و اینجا بود که جمله دیگر نوشت: من بهترین کاریکاتوریست روی کره زمین خواهم شد. چگونه میتوان فهمید که کسی بهترین کاریکاتوریست دنیاست؟ خب، کارهای دیلبرت همزمان در 2000 روزنامه سراسر دنیا چاپ می شود. سایت اینترنتی دیلبرت زون روزانه 100,000 بازدید کننده دارد.
اولین کتاب او با نام اصل دیلبرت بیش از 1,300,000 نسخه فروش داشته است. محصولاتی از شخصیت او، از پاموشی کامپیوتر، از فنجان‌های قهوه گرفته تا تقویم‌های رومیزی همه جا به چشم می‌خورند و حتی یک برنامه هفتگی تلویزیونی هم به این نام پخش می‌شود. اکنون آدامز روزی 15 بار می‌نویسد: من جایزه پولیتزر را خواهم برد. سوزا اوورمن، نابغه‌ای در زمینه مالی، نویسنده پرفروش‌ترین کتاب در فهرست نیویورک تایمز، 9 گام تا رسیدن به آزادی مالی و از مهمانان همیشگی برنامه تلویزیونی اپرا، از شروع کارش اینطور میگوید: ابتدا کاری در مریل لینچ پیدا کردم و از اینکه نتوانم به سقف فروش تعیین شده برسم بسیار وحشت داشتم. بیشترین حقوقی که تا آن زمان می‌گرفتند $400 در ماه در سمت پیشخدمت رستوران بود. چیزی را که می‌خواستم ابتدا روی کاغذ آوردم. هر روز صبح پیش از رفتن به سر کارم چندین بار این جمله را می‌نوشتم: من جوان، قوی و موفق هستم و هر ماه حداقل $10,000 درآمد دارم. حتی زمانی که درآمدش از این مقدار بیشتر شد، باز هم این نوشته را همه جا با خودش به همراه داشت، مانند چیزی خوشیام. من نماد ترس و باور به بی‌کفایتیم را با نماد امکانات بیشمار جایگزین کردم و نوشتن این حقیقت تازه به او در تجسم آن کمک کرد. در خانه بودم که ایده نوشتن این کتاب به ذهنم خطور کرد. یک روز پسر 12 سالم در حالی که تکه کاغذ در دستش و بسیار هم متعجب بود نزد من آمده. در حال مرتب کردن اتاقم بودم که این فهرست را که مربوط به 2 سال پیش است پیدا کردم. نمیدانم چطور، اما هر چیزی را که در فهرست نوشته بودم تحقق یافته بوده، در حالی که اصلا به یاد نداشتم چنین فهرستی را چه موقع نوشتم. یکی از آنها این بود که به کلاس کاراته بروم، اینکه نقشی در نمایش مدرسه داشته باشد، یک شب در پارک بخوابد و پرده‌ای را بخرد بدون آنکه بداند مطابق با فهرست فراموش شده‌اش عمل می‌کند. اتفاقی که برای پیتر افتاده بود مرا به فکر فرو برد که چنین اتفاقی در زندگی من هم می‌افتد. طی یک هفته هیجان انگیز و به یاد ماندنی از زندگی خود توانستم کتاب‌هایم را در تئاتر برادوی واقع در شهر نیویورک امضا کنم. پشت صحنه تالار اپرای متروپولیتان رفته و در یک مصاحبه رادیویی که میلیون‌ها شنونده داشت شرکت کنم و اجرای زنده پلاسید و دومینگو را در سالن اپرا بشنوم. پس از بازگشت به خانه مانند پیتر فهرستی را که از قبل نوشته بودم و کاملا از یادم رفته بود پیدا کردم. تمامی کارهایی را که در آن هفته انجام داده بودم در فهرست وجود داشت. ماجرای فهرست پیتر و فهرست خودم را در فصلی از کتابم با نام قلبت را به روی کاغذ بیاور شرح دادم و در فصلی دیگر از آن کتاب اصل جو پابرهنه با موضوع تقارن و تطابق با آنچه به ظاهر تصادفی است پرداختم و جمله‌ای را از دشت رویاهایم آوردم: اگر آن را بنویسی عملی خواهد شد و وقتی که پیش از عملی شدنش آن را بسازی در واقع با اعتقادت جلو می روی، همانطور که نوشتن آن حاکی از آن است که باور داری که به حقیقت می پیوندد. این 2 فصل شروع تحقیقاتم در رابطه با قدرت نوشتن در تحقق یافتن بود و این گونه بود که این کتاب تکوین یافت. من چه کسی هستم که این حرف را به شما میزنم؟ اجازه دهید مختصری در مورد گذشته خودم برایتان تعریف کنم. من دکترای ادبیات انگلیسی دارم و در دانشگاه‌های نیویورک، لس آنجلس، سیاتل و دانشگاه لسبریج و آلبرتای کانادا تدریس کردم. اولین کتابم با عنوان با هر دو طرف مغزت بنویس به موضوع تعلل و اضطراب در نویسندگی میپردازد. موضوع کتاب از این قرار است که یاد بگیریم تا بین نوشتن و ویرایش تمایز قائل شویم و آن دو را از هم جدا کنیم. این کتاب به شما یاد می‌دهد که ابتدا بنویسید و سپس کلمات خود را اصلاح کنید، نه اینکه بخواهید هر دو را به طور همزمان انجام دهید. کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس توضیح می‌دهد که با منتقد درون راجع به آن صدای ایرادگیر و عیبجوی درونی که ممکن است شما را از نوشتن باز دارد مذاکره کنید. مفهوم تندنویسی را شرح دهید که یعنی بی‌توجهی به منتقد درون و با سرعت نوشتن است. طی 15 سال گذشته کارگاه‌هایی را در همه جای کشور برای شرکت‌های مختلف برگزار کرده و سخنرانی‌هایی هم در انجمن‌های ملی داشتم.
کتاب دوم من با نام قلبت را روی کاغذ بیاور نتیجه همین دوره کاری است. زمانی که مردم از تکنیک روان‌نویسی که آموزش می‌دادم استفاده می‌کردند، اغلب به من می‌گفتند روش شما به نویسندگی ربطی ندارد، بلکه به زندگی مربوط می‌شود. این کتاب آزادی در نویسندگی را در خصوص روابط به کار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه در این دنیایی که روابط از هم گسسته هستند، پیوندتان را حفظ کنید. دو مورد از مفاهیم آن کتاب را که در اینجا به بررسی عمیق‌تر آن پرداختم، شامل بنویسید تا به راه حل برسید و چگونه نوشتن به فکر کردن کمک می‌کند است. این داستان‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ زمانی که تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم، به نظرم می‌رسید که داستان‌ها برای نوشته شدن در این کتاب به دنبال من می‌گردند. بیشتر مثل این بود که خوانندگان این کتاب می‌فهمند که دنیا بر وفق مرادشان است. چرا که نباشد؟ کتابی که راجع به حوادث است، باید به حوادث بپردازد. داستان‌ها می‌آمدند و روی شانه‌ام می‌زدند. هر تماس تلفنی بسیار پربار بود. زمانی که ایده این کتاب را به ناشرم پیشنهاد کردم، هنوز 9 نفر از افرادی که داستانشان را در این کتاب آورده‌ام نمی‌شناختم. یکی از آنها آلین سنت جیمز، نویسنده کتاب‌های پرفروش بود. او به توصیه یکی از دوستان مشترکمان برای کاری به من زنگ زد. مکالمه‌ای که با او داشتم مرا تحت تاثیر قرار داد. بعد از کلی حرف زدن با او خیلی به هم ریختم. به سختی میتوانستم بنشینم. چه چیز مرا تا این حد تحت تاثیر قرار داده و گیج کرده بود؟ نخست این که او فردی با انرژی بود. گام‌ها و جهش‌های بزرگی در زندگی برداشته بود. او شخصی شوخ‌طبع بود. علاوه بر این، هنگام حرف زدن با او این تصور واضح را داشتم که داستان او بخش مهمی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد خواهد شد. نه یک فصل، بلکه 2 فصل از کتاب مؤثر از این مکالمه بود. وقتی آن 2 فصل از کتاب را نوشتم، به این موضوع پی بردم که هفته پیش زمانی که این کتاب را شروع کردم چنین مطالبی وجود نداشت. این بخش آن مرا بیشتر به هیجان وامی داشت. چگونه چیزی را که می‌خواستم در دسترس داشتم. تأثیر آن حتی در زمان نوشتن کتاب هم خودش را نشان می‌داد. تقریباً تمام فصول این کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در کافی شاپ‌های سیاتل نوشته شده است. برخی از این داستان‌ها از علاقه من به نوشتن در میان صحبت‌ها شکل گرفت. برای مثال در داستان نوار موسیقی جیمی در فصل 20 کتاب و آپارتمان رویایی ماریان در فصل 8 کتاب، وقتی در کافی شاپ شروع به نوشتن می‌کنید، زندگی در اطرافتان جریان دارد و البته که وقتی به یک داستان خوب نیاز داشتم، به خودم تکیه کردم و به سادگی شروع به نوشتن کردم. برای مثال زمانی که مشغول جمع‌آوری حکایت‌هایی برای تشریح اصول این کتاب بودم، حس می‌کردم که یک چیزی کم است. دوست داشتم نشان دهم روش‌های من هر جای دنیا هم که باشد عملی خواهد شد. یک روز صبح نوشتم به داستانی روستایی از طبقه متوسط آمریکا نیاز دارم. می‌خواهم مخاطبان من بدانند که روش‌های من برای همه مردم، هم از شهرهای کوچک و بزرگ، مفید و مؤثر است. 2 روز بعد از این موضوع تلفن دفتر زنگ خورد. زنی که ماریا نام داشت و اهل ولزاز ایالت نوادا پشت خط بود. او کتاب‌های مرا خوانده بود و می‌خواست بداند که آیا در نوادا هم کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهند کرد یا نه. با هم صحبت کردیم و کمی از صحبت‌هایمان نگذشت که داستانی جالب برایم تعریف کرد و من آن موضوع را نوشتم. داستان تکان دهنده او انگیزه‌ای برای نوشتن فصل 14 یک ابتکار عمل بود. چگونه این کتاب را درک کنیم؟ برخی از مردم دفتر خاطرات دارند، برخی هم افکارشان را روی دستمال یا پشت پاکت نامه، برگه‌ای که از دفتر بریده یا هر تکه کاغذی که دم دستشان باشد می‌نویسند. نگران نوع کاغذی که از آن استفاده می‌کنید، این که روی یک تکه کاغذ بنویسید یا یک دفتر نباشید. هر نوع کاغذی، چه خطدار یا بی خط، گران یا ارزان، داخل دفتر یادداشت یا بیرون از آن، با هر خودکار یا مداد، با هر رنگی فرقی نمی‌کند که چه باشد. تنها قانون این تکنیک این است که هر بار که چیزی را می‌نویسید زیر آن تاریخ بزنید. هر لباسی که دوست دارید بپوشید. هیچ قاعده‌ای برای انتخاب لباس وجود ندارد. احتمالاً تا به الان ایده اصلی را گرفته اید. این یک مسابقه نیست که برای پیروز شدن
در آن مجبور باشید خوانا بنویسید، از قوانین پیروی کنید، روی کارت‌های 3x4 بنویسید یا غیره. می توانید هر طور که می خواهید بنویسید و باز هم نتیجه بگیرید. جیم کری آن را یک بار نوشت و در جیبش گذاشت. اسکات آدامز و سوزا ورمن هر روز بارها و بارها این را نوشتند. پسرم آن را نوشت و فراموش کرد. چیزی که قصد دارم بگویم این است که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و هیچ روش درست یا غلطی برای نوشتن وجود ندارد، چرا که هر کسی آن را به شیوه خودش انجام می دهد و باز هم نتیجه می گیرد. مسئله ایمان است. یک بار شعاری جالب را بر روی سپر یک اتومبیل در پارکینگ کلیسا دیدم و آن را پشت خبرنامه روز یکشنبه نوشتم تا آن را فراموش نکنم. شعار این بود: خیر است. دیدن این جمله مرا به خنده انداخت. خیر است، همان فلسفه‌ای که این کتاب بر مبنای آن نوشته شد. فرض اولیه هم این اعتقاد راسخ است که آنچه اتفاق می‌افتد خیر است و زندگی روایتی است که شما هم در نوشتن آن سهم دارید.